سنگاپور کشوری جذاب و دیدنی در شرق آسیا با قوانین خاص و سختگیرانه. اگر قصد سفر به این کشور رو دارید، حتما قوانین موارد ممنوعه را به دقت گوش کنید تا در زمان سفر به سنگاپور دچار دردسر نشید. در ادامه با این قوانین ممنوع و جاذبه‌های گردشگری کشور سنگاپور بیشتر آشنا میشیم. تا آخر ویدیو با من باش. سنگاپور مساحتی در حدود 700 کیلومتر مربع داره و در میان 20 کشور کوچک جهان قرار گرفته. زبان ملی مردم سنگاپور زبان مالایی هست. سرود ملی سنگاپور روی اسکناس $1000 این کشور هم چاپ شده. سنگاپور در زبان مالایی به معنی شهر شیرها هست. ولی جالبه که به شما بگم که هیچ شیری در این کشور وجود نداره. در واقع دلیل این نامگذاری یک داستان مشهور مربوط به قرن 13 میلادی درباره ساین نیلا اوتاما بنیانگذار سنگاپور هست. وی در زمان شکار در این منطقه با یک شیر مواجه شده و این اتفاق رو به حساب خوششانسی گذاشته. سنگاپور به خاطر نظام غذایی و قوانین سختگیرانه یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است. سطح جرم جنایت در این کشور بسیار پایینه و بیشتر زندانیان قانونشکنان جاده‌ای هستند. دوربین‌های زیادی در شهر بر نظم نظارت دارند و تقریباً هیچ پلیسی وجود نداره. میتونی شب و روز با خیال راحت در شهر راه بری. مسئولین کشور سعی میکنن مردم رو به سبک زندگی سالم عادت بدن و این کار رو با کمک ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها انجام میدن. مثلا قلیان، سیگارهای برقی در اینجا ممنوع هستند. شرکت‌های سیگار تصاویر ترسناکی روی بسته‌بندی چاپ میکنن. همینجا لایک رو بزن تا با هم این قوانین عجیب و غریب رو بررسی کنیم. هیچ وقت در سنگاپور برهنه نباشید. سنگاپور یکی از کشورهای قانونمدار در جهانه و برخی از قوانین در این کشور با سختگیری بسیار زیادی اجرا میشه. اگر شما در این کشور در خانه خودتون هم برهنه باشید و این موضوع موجب مزاحمت برای همسایه‌ها بشه، با مبالغ بسیار سنگین جریمه خواهید شد. این قانون ممکنه کمی عجیب به نظر برسه، اما جزو کارهای ممنوعه در سنگاپوره. اگه بعد از یک دوش آب سرد حوله خودتون رو فراموش کردین، اگه پرده های اتاق خواب رو نکشیده باشین و یکی از همسایه‌ها این موضوع گزارش کنه، تا $2000 سنگاپور جریمه میشه. یک مورد که از نظر ما خیلی هم عجیبه، خرید و فروش آدامس در این کشور ممنوع هست. آدامس جویدن در این کشور نوعی بی‌احترامی هست که میتونه موجب برخورد پلیس با شخص بشه و حتما جریمه هم خواهد شد. از سال 2015 در کشور سنگاپور فروش و مصرف الکل در مکان‌های عمومی از ساعت 10:30 شب تا 7 صبح ممنوع است. در رستوران‌ها و کافه‌ها در صورتی که مجوزهای لازم را از قبل دریافت کرده باشند، سرو الکل طبق مجوز بدون مشکل انجام میشه. پس از ساعت 10:30 شب خرید و فروش الکل ممنوع است و فردی که این قانون رو رعایت نکنه تا $10,000 سنگاپور هم جریمه میشه. حتی اگر قبل از ورود به سنگاپور مواد مخدر مصرف کرده باشین، اجازه ورود به این کشور رو ندارید. قوانین در این زمینه بسیار سختگیرانه اجرا میشه. کشیدن سیگار در مکان‌های عمومی ممنوع است و جریمه حدود $200 برای نقض این قانون تعیین شده. گردشگران فقط با یک پاکت سیگار باز شده میتونن وارد کشور سنگاپور بشه. در زمان بازدید از بناهای تاریخی، اگر روی دیوارها نقاشی بکشید، احتمالی که به 5 ماه زندان و 3 ضربه شلاق محکوم بشین خیلی دور از انتظار نیست. نقاشی با هر نوع رنگی روی دیوار یا نوشتن یادگاری روی نیمکت پارک‌ها میتوان تبعات قانونی خیلی زیادی رو برای شما حتی به عنوان یک گردشگر خارجی داشته باشه. مردم این کشور با گردشگران و دانشجویان صمیمی نمیشن و به اصطلاح سرشون به کار خودشون هست. برقراری ارتباط با مردم این کشور قطعاً زمان بر است.
در سنگاپور تجمع بیش از 4 نفر بعد از ساعت 10 شب در یک مکان عمومی غیرقانونی هست. جلوگیری از تجمعات غیرقانونی در کشور سنگاپور با هدف حفظ صلح و ثبات در این کشور انجام میشه. و مردم این کشور اگر با گروه‌های دوستانه بیرون رفته باشند تا قبل از ساعت 10 شب باید به خونه‌هاشون برگشته باشند. میوه دوریان یک میوه بسیار خوشمزه ولی بدبو. محلی‌ها بهش پادشاه میوه‌ها میگن. این میوه در کشورهای جنوب شرق آسیا رشد میکنه و طرفدارای زیادی داره. چیزی که این میوه رو خاص کرده بوی بسیار شدید و زننده اون هست. به طوری که اون رو به بدبوترین میوه دنیا تبدیل کرده. در سنگاپور ورود این میوه بدبو به فروشگاه‌ها، هتل‌ها و حتی هواپیما ممنوع هست و در مکان‌های عمومی کسی حق حمل این میوه بدبو رو نداره و با فرد خاطی حتما برخورد میشه. کشور سنگاپور مردم با فرهنگ‌ها، ادیان و باورهای مختلفی در کنار هم در صلح و صفا زندگی میکنن. صحبت کردن درباره مذهب و سیاست جزء کارهای ممنوع در سنگاپور به حساب میاد. اگر شما هم به عنوان مهاجر و یا گردشگر به کشور سنگاپور سفر کردین، در این کشور درباره مذهب و سیاست بحث نکنید. به طور کلی جامعه سنگاپور در سطح بالایی از تحمل مذهبی قرار داره. ضمن اینکه نوع هماهنگی نژادی در این کشور برقراره. حالا یک سوال که اینجا پیش میاد اینه که چرا با این همه قوانین سختگیرانه و عجیب و غریب در کشور سنگاپور باز هم مردم جهان اون رو به عنوان یک مقصد گردشگری انتخاب میکنه؟ اگر مایل هستید بدونید تا آخر ویدیو با من باش. اغلب مردم سنگاپور به زبان انگلیسی مسلط هستند. تمامی تابلوهای راهنمایی هم به زبان انگلیسی نوشته شده. باغ گیاهشناسی سنگاپور جایی هست که ارزش چندین بار دیدن رو داره. این باغ به ثبت یونسکو در اومده. مثل یک شهر تمیز با گیاهانی منحصر به فرده. همچنین در محوطه این باغ جایی برای پیاده روی وجود داره که میتونید ازش لذت ببرید. سافاری شبانه سنگاپور یکی از مقاصد گردشگری این کشور به حساب میاد. باغ وحش سنگاپور بهترین باغ وحش جنگل‌های بارانی جهانه. گونه‌هایی داره مثل اورانگوتان، ببر سفید، کانگورو، گورخر و شامپانزه. اما این باغ وحش یک تفاوت اصلی با سایر باغ وحش‌های جهان داره. حیوانات در قفس نگهداری نمیشن. شما با رفتن به این باغ وحش و خرید بلیت سافاری شبانه میتونید از نزدیک غذا خوردن و حرکات ریز درشت حیوانات این باغ وحش رو تماشا کنید. مسیر سافاری شبانه حدوداً 40 دقیقه است و شما تمام این مسیر رو با قطار طی می‌کنید. بسیاری از گردشگران خارجی صرفاً برای دیدن آبشارهای سرپوشیده از نزدیک به کشور سنگاپور میاد. بزرگترین آبشار سرپوشیده جهان با ارتفاع 35 متر در این کشور قرار داره. و جنگل ابری این کشور که در نوع خودش کم نظیره. عموماً کسانی که سفر به چین براشون دشوار هست، سفر به سنگاپور رو جهت آشنایی با فرهنگ چینی ها انتخاب میکنن. غذاهای اصیل چینی، فروشگاه‌های کوچیک و بزرگ، فانوس‌های قرمز و سفید از قشنگی‌های محله چینی‌های سنگاپوره. چرخ فلک این کشور بزرگترین چرخ فلک در دنیا به حساب میاد. سنگاپور به دلیل داشتن یک مرکز مالی جهانی، یکی از پرجمعیت‌ترین و پرترددترین شهرهای جهان است که یک فرودگاه بین‌المللی بزرگ هم داره. کل جمعیت این کشور در آپارتمان‌های لوکس و جدید زندگی می‌کنند. متوسط درآمد سرانه افراد در این کشور بیش از $12,000 آمریکا است. امکانات رفاهی و فروشگاه‌های مدرن این کشور در محیط بهداشتی و بدون دود بر هیچ کس پوشیده نیست.
و با وجود زندگی چند فرهنگ مختلف در این منطقه، اما باز هم این کشور از امنیت بالایی برخوردار. سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای مرفه و ثروتمند در جهان شناخته میشه. دارای یک محیط نظارتی مناسب برای تجارت هست. پایین‌ترین نرخ بیکاری رو داره. اگرچه برخی از آزادی‌های مدنی در این کشور محدوده، اما رضایت مردم از اقتصاد این کشور باعث شده که از این آزادی‌ها چشم‌پوشی کنه. اقتصاد کشور سنگاپور بر محور تولید لوازم الکتریکی و شیمیایی هست. سنگاپور به عنوان مدرن‌ترین کشور آسیا شناخته میشه که علاوه بر امکانات فوق‌العاده در حوزه گردشگری، امکانات بسیار خوبی در خصوص حمل و نقل و ترابری داره. این کشور در چند سال گذشته بیشترین ابزارات کامپیوتری رو به سراسر جهان صادر کرده که اکنون به قطب فناوری اطلاعات منطقه تبدیل شده. همچنین از لحاظ سطح علمی از جایگاه بسیار خوبی برخورداره. دانشگاه‌های این کشور سالانه میزبان تعداد زیادی دانشجوی بین‌المللی از سراسر جهان هستند. از دیگر امکانات میتوان به بستر اینترنت پرسرعت در این کشور که متشکل از 63 جزیره هست اشاره. به یک سفر مجازی به کشور سنگاپور که برای خود من هم خیلی مهیج و جذاب. حالا شما به من بگید با این مراکز گردشگری متنوع ولی قوانین سختگیرانه در کشور سنگاپور، آیا شما این کشور رو برای سفر خودتون انتخاب میکنید؟ حتما برام کامنت کنید.